سلام. حالا که سریال پنگوئن تموم شده میخوام ببینیم فصل دومش ساخته میشه یا نه و به بررسی دنیای سینمایی بتمن متریوز بپردازیم. قبل از شروع باید بگم ویدیوی معرفی سریال پنگوئن رو میتونید توی کانال ببینید. پس لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. داستان شکلگیری و به قدرت رسیدن یکی از بهترین ویلن‌های دنیای سینمایی بتمن توی این سریال تموم میشه و ما باید اونو توی پروژه‌های آینده ببینیم. اما صحبت‌ها و عواملی هستند که باعث میشه فصل دوم ساخته بشه. تبدیل شدن به پربیننده ترین سریال در حال پخش، تحسین داستانگویی و بازیگری بی‌نظیر کارین فارل و کریستین میلوتی از سوی منتقدین و احتمال برنده شدن جوایز امی و گلدن گلوب در بخش مینی سریال سال ممکنه باعث بشه فصل دوم ساخته بشه. طبق گفته متریوز وی برنامه‌ای برای ساخت فصل دوم نداشته، اما بعد از استقبال بی‌نظیر از سریال در حال ارزیابیه که بعد از ساخت بتمن 2 میتونه فصل جدیدی ساخته بشه یا نه. اما ما قرار داستان پنگوئن رو در بتمن 2 دنبال کنیم و کارین فارل اعلام کرده که 5-6 سکانس مهم در بتمن 2 داره. با توجه به ساخت بتمن 2 و 3 و همچنین ساخت اسپیناف از شخصیت‌های دیگر دنیای بتمن، حتی اگر قرار باشه فصل دومی ساخته بشه نباید زودتر از سال 2026 ارائه بشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. نظر شما چیه؟ برام بنویسید.